تربیت سالم شخص دوران کودکی و نورسی و جوانی را در بر دارد. این بار شنونده های عزیز تصمیم داریم در سلسله برنامه زرنگاره رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی را که برای پدر و مادران، مربیان کودکستان ها، آموزگاران دبستان ها و استادان دانشگاه ها که به واسطه با کار تعلیم و تربیت مشغولند دستور عملی مفید است در ترجمه نویسنده یونس یوسفی و قرائت راوی اشور اشورزاد به سمع شما رسانیم. آزموده هایی که نوزاد تا به زادن در جهان بالا پسی سر می سازد، آنگونه که ستاره بینی استرولوژیا پیشگویی می کند، از سوی ستاره ها نمی آید و تنها از دم زادن با ستاره ها پیوند می گردد. همچنین عامل های دیگری نیز هستند که بیشتر سرنوشت روح را روشن می سازد. روح در جهان جنها دستورهای از آنها می گیرد و هم از کسانی که نو از زمین برگشتند و سخت می خواهند از آزموده و دیده و شنیده های خود به او گویند. آنها می توانستند با ممنونی هر آنچه در زمین به دست آورده بودند به او بدهند، ولی کسی نمی تواند دست آورد و آزموده یک جهان را به جهان دیگر ببرد. هر آنچه وابسته به این جهان است آدم باید آنجا گذارد تا تواند آزاد به درگاه آفریدگار راه یابد. از این رو چیزی که آنها دارند همان است که هنگام زندگی در زمین از آسمان ها به دست آوردند. این چیزها اندیشه، آزموده، دریافت، برداشت و دانش آنهاست. این همه دارایی است که آدم از جهانی بالا به دست می آورد. از این رو هنگامی که آدم در زمین یافته هایش را اینجا می گذارد، بیخبر از آن با همان ثروت به سفر می براید که از آسمان ها گرفته است. کم کسانی می دانند که هنگام زندگی در زمین چیزهای از آسمان نیز به دست می آورند. آدم همزمان در جهانی بالا نیز زندگی می کند، اما این را پی نمی برد. نوزاد با این میراث و این دانش و راهنمایی که از یک یا بسیاری ها گرفته است به زمین می آید. شاید کسانی هستند که این همه را نپذیرند و گویند که نوزاد هیچ گونه معرفت زمینی و آسمانی ظاهر نمی کند و هیچ نشان از جهان فرشته ها یا جن ها همراه نمی آورد. آنها نمی دانند که نوزاد با کلان سالان بیشتر تأثیرات می گیرد و آدمی خوب را زود در می یابد. ما کلان سالان می انگاریم که موسیقی را می فهمیم، اما اگر می دانستیم که نوزاد چگونه حسی دریافتی وزن و آهنگ را همراه به زمین می آورد، هیچگاه چنین مندانمی نمی کردیم. نوزاد خود آهنگ است و در گهواره در هوای ضربی معین دست و پا می زند. هنگامی که موسیقی ما به گوش نوزاد می زند در می یابد این از آن آهنگی که وی خو کرده است خیلی درشتر است، اما وی باز هم در هوای این آهنگ درشت دست و پا می زند. ما می توانیم باور کنیم که موسیقی همان سخت نازک است، اما برای نوزاد این موسیقی ایجاد جهانی درشت است. وی به موسیقی خیلی نفیس و نازک خو کرده است که ما نمی توانیم درک بکنیم. وی پزمان همان آهنگ است، در جستجوی آن است. آنچه ما می دهیم او را راضی نمی کند. وی می خواهد هر دم گوش به این آهنگ بدهد، آن را دوست دارد راحت شود،
اما خود را در جای بیگانه می بیند، رو می گرداند، می کوشد بگریزد. تنها یک دم می خواهد از آن بهره برد، به اندیشه ای که این آهنگ از زادگاهی وی آسمان ها آمده است. اما زود در می یابد که خطا کرده است. این آهنگ آن آهنگ نیست. این یگانه سبب است که نوزاد به هنگام کنسرت گریه آغاز می کند. اگر چنین نمی بود، او بیش از همه از موسیقی راحت می شد. زمان می خواهد تا نوزاد به زندگی در زمین خو گیرد. در این راه به او چی یاری می دهد؟ رنگ. نوزاد را بیش از همه رنگ به سوی خود می کشد. سپس صدا. هنگامی که وی به صدای درشت و رنگ درشت خو می گیرد، آنگاه آهسته آهسته ویژگی های آسمانی را از دست می دهد و آنگاه که وی نخستین خواهش فرشته نبودن را درک می کند و آنگونه که حیوان ها راه می روند به راهروی می آغازد، زندگی زمینی نیز سر می شود. هرچند که حالا نیز فرشته است، نوزادی زمانی فرشتگی است. نوزادی 3 دوره دارد. 3 سال اول نوزادی راستین. در سال نخست زندگی نوزاد بیشتر فرشته است. در سال دومی زندگی سایه سبک جهان جنها به پیدا می آید. در سال سیوم اثر زندگی زمین این جهان به پیدا می آید. این گونه نوزاد در سال سیوم زندگی زمینی می شود. چرا نوزادی که هنوز جهان فرشته را در خود درک می کند حسی مادرزادی نکویی ندارد؟ زیرا فرشته ها به نیک بودن نیاز ندارند. آنها خود نیکویی هستند، اما فرشته خویی اینجا باید به پیدا آید. مهربانی و سنگدلی. پس از به اینجا آمدنی نوزاد دریافت می شود و تنها با مهر به زمین می آید. دیگر همه را اینجا می آموزد و اگر آموزگاران این را بدانند به کودک آسان یاری می رسانند. صفتهای زیادی هستند که روح از جهان برین می آید، اما اگر آنها تربیت نشوند، امکان سبزیش نیابند، رشد نمی کنند، می میرند. این گونه اگر نکویی در نهاد کودک امکان رشد نیابد، در ژرفنای دل او ناپیدا می گردد و آدم همه عمر از آن بیخبر می ماند. پدر و مادران گاهی می اندیشند که نوزاد نباید دست به دهان اندازد. برای همین به او چیزی از چوب یا از رزین می دهند. این کار روند رشد کودک را سخت دشوار می سازد، زیرا روح برای آن زاده می شود که بر رفاه ارمانی خود دست یابد. نوزاد از آغاز می کوشد دست به دهان برد، آنگاه که دهان چیزی می خواهد. اما پدر و مادر به امید ادب آموزی به دست وی چیزی می دهند و از این راه کودک را بیشتر مصنوعی می کنند. اگر آنها به خواهش فطری او خلل ندهند، در راه رشد و رسیدن به ارمانهای عالی کودک یاری می دهند. پارسایان و حکیمان به هنگام زهد چی کار می کنند؟ می کوشند از هر چیزی که در زندگی آنها را به محیط بیرون وابسته می سازد رها یابند. آنها هر گونه غذا را با دست می خورند. به جای کاسه و طبق از برگی درخت کار می گیرند. هر کاری که می کنند از آن می گویند که می خواهند آزاد باشند. آزاد بودن به معنی خودکفایی است، یعنی هر چی می خواهند در خود می یابند، از جهانی بیرون نمی کابند. این شیوه خاص آنهایی است که می کوشند خود را بشناسند،
زیرا به این واسطه اندوه و درد و رنج این جهان را پشتی سر می کنند. در زندگی زاهدان و پارسایان تا جای امکان دارد کوششی همیشگی آزاد بودن از چیزهای بیرون مشاهده می شود. از سوی دیگر دنیاجویان وابستگی هرچی بیشتر از یکدیگر را شرطی رشد و پیشروی می دانند. هر قدمی که ما می مانیم به سوی وابستگی بیشتر است. هر اندازه به دیگران وابسته باشیم همان اندازه خود را پیشرفته می دانیم. سرانجام تا به جایی می رسیم که در موردی نیازی روح، نیازی عقل و نیازی تن دستنیگری دیگران می شویم و ناآگاه از این همه به کودک امر می دهیم که به جای انگشتان زیبا و نازکش چیزی مصنوعی و درشت را به دهان برد. به دهان بردن دست برای نوزاد سخت طبیعی است. آن بازیچه زیبا و آزاده و از همه تازه است. در قرآن آمده است که هر کاری را وقت و ساعت است. همین گونه برای نوزاد روز، ساعت و دم پیش بینی شده است که وی نشستن می آموزد، راست ایستادن و راه رفتن را یاد می گیرد. اما پدر و مادرانی که می خواهند هرچی زود نشستن و ایستادن و رفتن کودک را ببینند به او یاری می دهند و کودک این کار را پیش از وقت می کند و این بر ضد رشد او می شود. زیرا وی نه تنها نشستن و رفتن را می آموزد، پس این چیزهای مهمتری نیز هست. دوره های گوناگونی هست که کودک در زندگی روحانیش پسی سر می کند. جسماً اینها عملهای عادی اند. روحاً مرحله اند. هنگامی که کودک می نشیند مرحله است. وقتی سری پا می ایستد مرحله است. چون قدم های نخست را می نهد مرحله است. برای درک معنی خنده و گریه کودک باید شد، زیرا آن زبان جهانی دیگر است. اما اگر شما نکوشید که آن را بفهمید، گریه برایتان چیز تأسف انگیز و خنده بازی میتابد. گاهی آدمان میخواهند که کودک هرچی بیشتر بخندد، زیرا این برایشان عجیب است یا آنها را خوش می آید و یا آنها کودک گریان را کنار می گذارند، نادیده می گیرند، یا اگر کودک گرید مادر می گوید خاموش خاموش. در هر دو مورد نیست. آنها امکان فهمیدن زبان کودک را از دست می دهند. این دم است که پرستار، مادر یا آنی که نگهبان کودک است امکان دارد زبان آسمان ها را بفهمد. زیرا در رفتار کودک چیزی نیست که معنی نداشته باشد. آن نمونه از جهان بیرون است. چون ما از صبح تا شام فرو رفته در مسئولیت و مأموریت های این جهانیم، کودک را از یاد میبریم، وظیفه امان را فراموش میکنیم. کودکی حالا نمیتواند به زبان ما گپ زند و بگوید که ما چگونه نسبت به درخواستهای او بی‌پرواییم، از نیازهایش پی نمیبریم. میان او و مادر دیواری نافهمی برداشته می شود. نوزاد بودن آدمی بد را در گرد و پیشش می داند، در می یابد. نادرست است هنگامی که کسی ناسنجیده را بدایگی می پذیرند. جای تأسف است که امروز مادران از سرکاری نمی توانند آموزش و پرورش کودک را به دوش گیرند و او را به کودکستان می دهند. این نه به آن معنی که بودن کودک در میان کودکان زیاد نادرست است، اما ما تنها پس از بزرگ شدن در این جهانی درشت به کسان دیگر نیاز پیدا می کنیم.
و نه به هر کس، بل به کسانی برگزیده. هرچند ما سالهای زیاد در زمین به سر میبریم، باز هم یک جا بودن و کار کردن و زیستن آدمان زیاد دشواری های فراوان به بار می آورد. چی رسد به نوزادی که تازه به این جهان آمده است و در میان کودکان دیگر افتاده است، هنگامی که فرق پسیخولوژی میان برخی از آنها نظر به دو تن کلانسال می تواند بسیار زیاد باشد. کودکان حالا به یک جا بودن خو نکردند. حضور یک کودک بر دیگرش سخت ضرر آور است. برای سرباز زیاد یا چند بیمار در یک خانه بودن چندان دشوار نیست. اما بیاندیشید به نوزادی که نو از بهشت تن مادر رانده شده است، این حال چگونه رنج و دردی می آورد. هر کدام از آنها مانند به شاهی از تخت افتاده است. درست است که شاید پس از نیم یا یک سال کودک به این محیط خو گیرد، اما بدون شک استقلال روح و تشکل شخصیتی او کند می شود. تربیه کودک بردباری و فداکاری زیاد می خواهد، اما این شکیبایی بیهوده نخواهد بود. صبر روندی است که روح از آن می گذرد و گوهری نایاب می شود. روح‌هایی که توانستند از محدودیت‌ها و اندوه‌های این جهان بیرهند، بندی فریب و دروغ این جهان را کنند، روح‌هایی اند که از امکان‌های صبر گذشتند. اگر پرستار یا مادر به حکم تقدیر تواند که دست به دامن صبر زند، باید بداند که چیزی نباختند بل ثروتی بی‌بها یافتند. آموزش و پرورش نوزاد و خودفدایی در این راه زحمت است، مانند به زحمت زاهد. زاهد در مراقبه از میان می رود. مادر خود را همه به فرزند می دهد و فراموش می شود. در وجود کودک همیشه خفی شکل گرفتن خصلت و خوی نادرست است. گاهی آموزگار از خنده کودک شاد می شود و می کوشد که وی بیشتر و بیشتر بخندد، زیرا این عجیب است. اما چند کودک زیاد بخندد، ناچار است برای نگهداشت موازنت همان اندازه بگیرد. می شود که مادر برابر گریه کودک خاموش گویان او را باز می دارد و اگر نوزاد آرام شود، در نهاد و بنیاد او چیزی می شکند. اگر او می خواهد بگرید، بگذار گرید. در وجود وی چیزی هست که رها شدن، بیرون رفتن می خواهد. بچه ها عادت دارند که همه چیز را گرد و پیششان پریشان سازند، با یکدیگر در می افتند، افت و خیز می کنند، می درانند، می شکنند. می شود که کودک یگان چیزی بیهوده را می شکند یا ویران می کند. این کاری وی به مادر عجیب می نماید. اما اگر به کودک امکان داده شود که به این کارهای ناخوب دست زند، پس آن در زندگیش دشواری ها پیش می آید. این را باید پیشگیری کرد، اما نه با خشم و غضب. رفتار کودک را با راه بند کردن وی به کاری که از پیشین فرق دارد اصلاح باید کرد. هوش او را همیشه به چیزهای باید بند ساخت که برایش فایده دارند. در این مورد او را به حال خود گذاشتن نشاید. در سال اولی زندگی کودک را از ویرانکاری باز داشتن دشوار است. گذشته از این، کوشش نابود ساختن اشیا از سوی نوزاد نکوکاری بزرگ است. این پدیده بازتاب خواهش روح در راه درک اسرار زندگی است، زیرا هر چیز
در چشم نوزاد پرده را میماند که پسش راز نهفته است و روحش میکوشد آن را بکشاید. آن نوزاد را برمی انگیزد زیرا پرده است. با دریدن پرده وی میخواهد بداند در پسش چی هست، اما نوزاد را به رنجش و خشم از ویران کردن و شکستن اشیا میتوان باز داشت. نباید عصبی شد. این کار برای کودک مفید نیست. چندی شما شکیبا باشید همان اندازه برای کودک خوب است. ارادش مستحکم می شود. اما اگر خشم و نااستواری نشان دهید، عصب کودک ویران می شود. نسبت به خود ستم حس می کند. افسرده می گردد. هنگامی که بزرگ شد در نهادش سایه ترس می ماند. زیاد هوشیار باید بود تا عصب کودک ضرر نبیند. مرکزهای عصبی او خیلی حساسند. این مرکزهای فراستند. اندک پس این مرکزها برای دریافت دانش‌های ملکوتی بر او یاری می‌دهند. اگر این مرکزها از نادانی آموزگار آسیب بینند، کودک توانی رشد و نمو را در زندگی از دست می‌دهد. کودک همه چیز را می‌فهمد. بزرگسال باید صبر پیشه کند. هرگاه که او چیزی را بشکند، با تکرار گوید تو نباید این را شکنی. بگذار او 10 بار بشکند. هر بار به نرمی گوید تو نباید این را بشکنی. سرانجام کودک میفهمد. در باب خوی بدی کودک، گاهی وی به گونه گردنکش و نافرمان است و نمیخواهد سرفرود آورد که ناچار خشمی می شود، سرزنش میکنی. اما این کاریست نادرست. سرزنش به سیستم عصبی کودک تأثیری بد میرساند. بسنده است بار کودک را رنجانید تا در سیستم عصبی وی همه عمر نشانی تندخویی را مهر زد. خوب است در این گونه لحظه ها پیوسته هوش او به سوی دیگر برده شود تا آن اندیشه از سرش بدر رود و نباید از این کار خسته گشت. تنها همین کار نوزاد را ناچار می سازد به وزن و آهنگی تکرار وادار شود. در کودکان بیشتر 2 گونه مزاج مشاهده می شود: فعال و غیر فعال. کودکی هست که هر جا نهیدش خود را راحت حس می کند و تنها زمانی می گرید که گرسنه است. اما کودکی نیز هست که همیشه سرگرمی کار است. وی یا باید بگرید یا چیزی را بشکند، پاره کند، اما آرام نیستد. خوب است اگر توانید که او را واردی وزن و آهنگی معین کنید. کودک فعال را با دست آموزگار باید آرام کرد. هوش او را بند به چیزی سازید. دست به دست زنید. کودکی دوران است که می توان خوی سرکش را رام کرد، صفتهای خوب را آشکار نمود و مزاج گرم را درست استفاده برد. هنگامی که کودک مادرزاد آرام و راحت است، نباید پنداشت که همه خوب است. این گونه کودک را اندک فعال باید کرد و او بیشتر باید رو آورد. زیادتر بازیچه داد و سرگرم نمود. او را باید برانگیخت. روی دست گرفت، هوشش را به این و آن بند کرد تا وی به جنبش آید، فعال شود، به آنچه در گرد و پیشش می‌بیند توجه کند. این گونه شما می توانید موازنت دلها را به دست آورید. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو
аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавӣ аз барномаи зарангора дар қироати ровӣ ашури ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. омӯзишу парвариш барои навзод ҳеҷ гоҳ зуд нест. тарбият бояд аз соати зодан оғоз шавад. рисолаи тарбият аз асарҳоест ки хондану шунидану баҳра бурдан аз он барои ҳар кас заруру манфиатбахш аст. ин асар барои омӯзгору сиёсатмадор, деҳқону бозаргон, барои олиму ориф яксон муфид аст. пас пайгири силсила гуфтори зарангора бошед. дар таҳияи он саҳм гузоштанд коргардон мағфиратносиро ва масъул лутфия қурбонова. идомаи гуфторро фардо дар ҳамин вақту соат бишнавед. анҷоми гуфтори сеюм. шоду масрур бошед.